بیننده های عزیز سلام. امیدوارم که همتان صحت و سلامت باشین و اوقات خوش در پیش داشته باشین. ما فریدون هستم. امروز میخوایم برای شما یک جوس بسیار لذیذ و خوشمزه را تهیه کنم که به خاطر تهیه این جوس خوشمزه ما با 2 عدد سیب، یک دانه کیله و در حدود 12 دانه چهارمغز پوست کردیم و او را از قبل تر کردیم و ما باید این چهارمغز را 3 او بشوییم که ما این را قبلا 2 ساعت پیش تر کردیم تا امو زهریاتش از بین بره و خب ما حالا چهارمغز را 3 او شستیم. این را میمانیم کنار. سیبای خود را همراه کیله در مکسر میندازیم. سیبای خود را با پوستش میندازیم. یعنی سیبا پوست نمیکنیم چون میفهمیم که پوست سیب بسیار مفید است بر صحت. امیدوار هستم که این جوس مزه‌دار شما را خوشتون بیاد و اگر خوش سیبا را مکملا خستایش دور میکنیم. یعنی بالا سیب بالا کیله علاوه میکنیم. نکته نمانه بیننده عزیز، این مقدار که مجبور میکنیم بر 2 نفر است. دیگه شما اگر تعداد نفرایی که شما جور میکنید تمام این مقدار شما پوره مواد زیاد یا کم میگیرن. ما این فقط کفایت میکنه. ما نیم پوره ننداختم، یعنی میتونید که یک کلیپ سیب حتی بر 2 نفر یک کلیپ سیب کفایت میکنه. ببخشید بیننده های عزیز، ما بوره را فراموش کردیم بر شما در ابتدای برنامه بگویم. فقط ما شما یک گلاس آب ضرورت داریم و 2 قاشق بوره در علاوه میکنیم. شروع میکنیم که خوب مخلوط شود. بعدم که خوب مخلوط شد بریم و در آب 1 گلاس آب اینه در بین مکسر خالی میکنه. ببخشید که این فراموش شد کاملا، ما پروا نداره. حالا باید آمد و شما گفتم که 1 گلاس آب با 2 قاشق بوره در این علاوه میکنیم. و حالا ما این را با مدت بیننده عزیز حالا 1 دقیقه پوره شد. مکسر خاموش میکنیم. مکسر خاموش کرده حالا ما شما چهارمغزها را خرد میکنیم و شکل نگینه فقط نگینه ای را با شما خرد میکنیم. خب بیننده عزیز، چهارمغزهای ما ختم میشه. حالا ریزه کردنش. حالا ما 2 عدد گلاس بگوییم یا پیاله بگوییم داریم. مقدار کم چهارمغزها را در زیر
زیر گیلاس بندازیم و مقدار دیگه بالایی. بعد از که ما شما جوس انداختیم باز بالایش بندازیم. خب جوس بالایش علاوه بکنیم. خب بینه های عزیز، این بود طرز تهیه یکی از جوس های خوشمزه و لذیذه که ما بر شما تهیه کردم. شما یک بار تهیه کنین دیگه فراموش نمیکنین و بار بار بر شما این را تهیه خود کردین. به هر صورت اگر از طرز تهیه غذاهای متنوعی که ما بر شما تهیه میکنیم خوشتان آمده، لطفا صفحه را سابسکرایب و لایک نموده ممنونم سازید. بسیار تشکر از توجهتان. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی غذاهای دیگری را بر شما تهیه نمایم و در خدمت شما قرار بدم. بسیار تشکر از توجهتان. خدا حافظتان. به امان خدا.